قلب برای چی داده؟ تفکر بکو، تأمل بکو، گوش بگی به علما، خود ببین حقایقه. یک آدم میگه حالا یا وهابی است، وهابی کی را میگه خوری پنجم نکاح میکنه. ما کدام جای دیدیم همین مردم که خوری پنجم نکاح کرده؟ شنیدیم، خود از خودشان شنیده، در کتابش دیده. عجیب است، حوازه است، حوازه است، هیاهویی است. الله متعال میگه گناه کبیره است، انسان تباه میکنه. این مانع حق میشه، مانع حق. بس از صدها و هزارها مردم است که در نزدیکترین موقعیت به ما چی است؟ نزدیک است، اما از ترجمه قرآن کریم محروم شده. چرا محروم شده؟ اوازه در گوشش رفته، نمیاد درس قرآن نمیشین. اوازه، معصی اوازه که اینطور است. یک روز تحقیق نکرد که گوش میگرفت، تو باشه می گپای از زیر گوش میگیرم چی میگه. بیا امی حالات از زیر ببینم، در مسجد بریم یا خمی در ترجمه میره، در ترجمه چطور مردم است، کی هستن؟ بیا یک کمی تحمل بکنیم، این چی میگه، چی منفعت داره که این گپا را میزنه. والا مولی متوکلی گپا را میزنه، خود در مرگ برابر کرده. چرا برابر کرده؟ آدم چرا خودت در مرگ برابر کنه؟ بگوی به خاطر پول گرفتن؟ مکی بمرم باز پول چی به دردم میخوره؟ بگوی دنیا چی به دردم میخوره؟ لااقل اگر انسان یک کمی فکر داشته باشه، هر برنامه را سنجش کرده میتونه، تفکیک کرده میتونه که برنامه حق است یا باطل است. مالای کلان جور میکردم، چپنم میپوشیدم، دستم بوسه میشد، 4 نفر در گرد و برم چاپی کرده رایی بود، پایان دراز منداختم. بگوی دستم نه اولا نه، من در موتر سواری را بالا میکنم، من کتاب فروشی میکنم، من میالی پشتی نفقی خود گشته نیستم. همینطور نیست، همینجا درس میگم، هم هر کاری که از دستم شوا میکنم. چی شده مرا؟ یک مسجد خیرخانه را میگیرم، در مکتبم معلم میشم، 3-4 وظیفه دیگر در پالوش قرار خوکو. مرده که شد بگو در جای 40 روز 100 روز بگو نانی مکلف بیاری، مرده بخشیده نمیشه. ها مردم تنها پنجشنبه را میگه ختم، من میگم نه، دوشنبه هم ثواب داره، جمعه هم ثواب داره، ختمای تا زیاد کو، هر روز 2 پیازه بزن. خب آخر می عقل کدام طرف الله میگیره؟ پیش الله چی سند داریم؟ تو که همین تبلیغات و همین تهمت ها را میکنی، پیش الله چی سند داری؟ تو خمی قدر بفهمی. لیکن ما از الله میترسیم، در روز قیامت الله از ما سوال میکنه. این کتاب الله را ما فهمیدیم، نشستیم، خواندیم و این را کتمان کنیم محض به خاطر ازی که روزم تیر شوه، روزم تیر شوه، امت تباه شوه، امت در شرک مبتلا باشه، امت طرف جهنم بره. این امت پیغمبر علیه السلام نفهمه، خود تنها من آرام باشم، من راحت باشم، کسی من از مسجد نکشه، اینی کار نشوه. شما ببینید که جرم جنایت چقدر بس بزرگ است یا نیست؟ بسیار بزرگ است. به الله چی جواب داریم؟ دنیاست بی از او تیر میشه. یقین به الله بکو، به سختی، به ظلم، به زدن، به کندن، به بندی شدن، به کشتن خود تیر میشه. دنیا باقی نمیمانه. زیاد زنده باشیم 200 سال بازم میرویم، اما یک روز قیامت چه قسم تیر کنیم که 50,000 سال است. یک روز چه قسم به الله آدم جواب بگویه که من با کتاب برای شما روان کردم، خدا وارثی پیغمبر معرفی میکردی، چرا حقیقت به مردم نگفتی، واقعیت به مردم بیان نکردی؟ ما میترسیم از این. اگر این ترس نباشه چی زندگی بلای جان ما شده که خدا مورد طعن و لعن کل مردم قرار بدیم. در این طور جاها که نام مولی متوکل بگیری 1000 دوا دنبالش شروع میکنه. خب ما میفهمیم، لیکن پیش الله چی جواب بگیم؟ منظورم چیست؟ الله متعال به هر انسان امکانات داده. چه امکانات داده؟ گوش داده، بصر داده، فؤاد قلب داده، تأمل میتونی، تفکر میتونی، معامله را دیده به چشم میتونی، گپایش گوش کرده میتونی، کلی گپا برات است. اگر نکردی، ترک کردی، باز میفهمی که الله چی میگه. ان سمع یقینا آله شنیدنی، قوت شنیدنی، والبصر قوت دیدنی، والفؤاد قلب آله تفکر یا قوت تأمل و تفکر، کل اولئک تمامی از یا کان هست عنه در مورد هر کدامش مسئولا سوال کرده میشه که ایره در جای مناسب استفاده کردی یا نکردی، استعمال کردی یا نکردی، در جای مناسب یا در جای غلط، در کدام جای استفاده کردی.
یک روز تو ترجمه قرآن کریم بیا بیشی ایجا گوش بگی که مردم چی میگه و کدام طرف دعوت میده، طرفی چای یا طرفی را، طرفی حق یا طرفی باطل، طرف شرک یا طرف توحید، طرف سنت یا طرف بدعت، طرف گناه یا طرف نیکی، کدام طرف دعوت میده؟ چی را بیان میکنه؟ چی را؟ از شکم خود؟ یعنی که کتاب الله واز است گفته میشه. الله متعال هر انسان امکانات داده. ما از همون خاطر جوانام گپی مرا قبول نکنی، حالی هم براتون میگم گپی مرا قبول نکنی، تحقیق کنی، بازم دنبال حقیقت بگردی. دین چی را میگه؟ دین چی است؟ دین گپی ملا صاحب است؟ هر کس که در سر منبر بره، یا دین بری خود سند داره، دین منبع داره، دین سرچشمه داره، از کجا شروع شده در کجا ختم میشه؟ ما مکلف هستیم در مورد دنیای خود تحقیق میکنیم، خانه خود خوب جور میکنی، کالای خود خوب جور میکنی، هر چیزی تان خوب میکنی، دینی تان هم خوب کنی، پشتی خوب دین بگردی. چرا؟ این تعلق با آخرتی تان داره. اگر خراب شود نعوذ بالله آخرت تباه میشه انسان. پشت دینی تان بگرد، شما خوب بگردید، تحقیق کنی که راستی گپای ما واقعیت داره یا نه که همونطور هوایی گفته رایستیم. انشاءالله بعد از او باز میدانه که اینی گپا چقدر ارزش داره. حالی به مردم معلوم نمیشه، به مردم اینطور فکر میکنه که والله خو ما را دیگه طرف روان کرده، لیکن روز فرا میرسه که حقیقت درک میکنی و میفهمی که واقعا کدام طرف روان بودیم، چرا روان بودیم. ما که حالات سابقی خود در یادم خود میارم، بسیار تاسف میکنم که چرا الله مرا دمو وقت فکر نمیداد که کمی تعامل میکردم، دنبال رو هر گپ از هر کس میشونیدم. شما باور بالله بکنید یک جلسه رفتیم، ما مناظر اهل سنت بودم، ما جلسه 2 دفعه تقریر میکردم، 2 دفعه علیه پنج پیرا را بکوب و وهابی را بکوب. امیره یک مولوی صاحب درس حدیث هم میداد، ابو داود درس میگفت، لیکن در جلسه چی گفت؟ مردم الله عالی مغفرت کنه وفات شده، از امی افغانستان ما و شما از لوگر بود. امی گپا گفت در کمپ منده نو رفته بودم از پاکستان، یک قمی ترسیدم که عالمه وابی نشم، از او خاطر در این جلسه شریک میشدم. این جناب مولوی صاحب میگه در روز قیامت به امام ابو حنیفه چی جواب بگویم؟ طفلا میفهمه که جواب به الله گفته میشه، به امام ابو حنیفه رحمه الله. به کی گفته میشه؟ ببینی عالم حدیثی طور گپ میزنه. چرا؟ تعصب داشت، تقلید کور کده بود چه، تقلید کور کده بود چه، پشتی واقعیت نگشته بود. این سخن در یک مجمعه بزرگ میگفت. شما یک دفعه فکر کنید این کلمه کدام کلمه است؟ امام ابو حنیفه رحمه الله رجع سوال کننده مقرر کرده که از ما سوال میکنه. خب اگر او سوال کننده باشه، این شافعی ها چطور کنه؟ این مالکی ها چطور کنه؟ این حنبلی ها چطور کنه؟ بسیار جای تأسف است که ما تأسف به عوام نمیکنم، تأسف به علما میکنم. همو علمایی که کتابا هم پیشش فعلا موجود است ولی بازم در حلقه تقلیدگیر است. همو طور دنبال روی را در پیش گرفته. او مردکه اما چیز برات هویداست، چرا حقیقت دنبال نمیکنی؟ والا در کابل یا پیدا شده ای وابیان نفاق انداخته در به درکت مردم. نفاق ما ننداختیم، ما مردم به اتحاد دعوت میدیم. اتحاد به چی میده؟ آن چیزی که الله گفته واعتصموا بحبل الله جمیعا. اتفاق ما به پیروی از امام ابو حنیفه نمیاد، اتفاق ما به پیروی از امام شافعی رحمه الله نمیاد، اتفاق ما به پیروی از احمد بن حنبل رحمه الله نمیاد، به امام مالک رحمه الله نمیاد. اتفاق ما به چنگ زدن کتاب الله و سنت رسول الله. و ما تفرقه نمیشه. ما نفاق نمیکنیم، شما خود نفاق ایجاد کردید. یک مولوی صاحب کلان 2 نفر طلب کرده بود، ولایتش نام نمیگیرم، بیگاه برام زنگ زده بود، برش گفته بود که حق است، امین بلجر حق است، رفع الیدین حق است، سنت رسول الله است، پدرم گفته نمیتونه که ناروا است، مکروه است. خلیکن نزاع پیدا میشه. چرا نزاع پیدا میشه؟ این تفرقه و نزاع حرام است. این عمل شما سنت است. او برادران را ما گفتم که مولوی صاحب پس سوال میکرده که مولوی صاحب وقتی که نزاع و تفرقه حرام است و رفع الیدین نیگه پا سنت است، آلی فتوا را تو بده که حرام از بین ببریم یا سنت از بین ببریم؟
مولوی صاحب جواب نداره، مجبور است که بگه حرام از بین ببره. حرام چی رقم؟ حرام چیست؟ نزا را چی رقم از بین میبریم؟ تو مولوی صاحب کتاب حدیث پس کو مردم بگه رفته نمیتونه دی نماز. و عن ابی هریره رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قام فصلى، پیغمبر استاده شد نماز خواند. کل کیفیت نماز از اول حدیث تا آخر بخوان. بعد از اون مردم بگو دیدی که در حدیث پیغمبر را فلیدین کرده؟ دیدی که در حدیث پیغمبر آمین بالجهر گفته؟ شنیده؟ در حدیث ثابت شد. دیگه که هر کسی رقم میکرد شما قدش دشمنی میکنه یا نه که دوستی؟ نه، عملی پیغمبر کسی بکنه دشمنی کنیم یا دوستی؟ خیر نزا کجا شد؟ در مسجد ما چرا نزا نیست؟ در عربستان چرا نزا نیست؟ نزا را تو جناب پیدا کرده ای، تو جناب که به مردم کتمان حق کردی، امی گپا نمیگی. سوال برات راجع میشه مناسب لحاظ مردم هم میکنی که مردم مرا نکشه. از پیش سوال میشه رفلدن چطور است؟ سر خم میپرتی آخر چی میگی؟ نه، در مذهبی ما نیست، در مذهبی تو نیست، در مذهبی رسول الله است. چطور کنی؟ آیات خیلی مهم است. الله متعال میگه ان السمع والبصر، یقینا قوت شنیدنی، والبصر قوت دیدنی، والفؤاد قوت فکر کردنی، کل اولئک تمام از کان است عنه در موردش مسئولا سوال کرده میشه. یک مانا. دوم مانا ان السمع والبصر والفؤاد، هر کدام از قوی شنیدنی، دیدنی و فکر کردنی تمامی از کان است عنه در مورد صاحبش مسئولا از یا سوال کرده میشه که صاحبش دروغ میگه یا راست میگه. تو که گپا گفتی که من اینطور گفتم، دستی در زبان الله میگه که این گپا چی رقم گفته بود یا نگفته بود؟ زبان سرت شاهدی میده، گوش سرت شاهدی میده، چشم سرت شاهدی میده، دستت سرت شاهدی میده که راست میگی یا دروغ. هر دو ترجمه درست. ولا تمشی فی الارض مرحا، رفتار نکنی در روی زمین مرحا، از روی تکبر و خرامان. نزاکت میری. جوانای کلان پایچایش مثل دخترها واره چیسته؟ در پشت پای خاکباد که درایست. او برادر، پیغمبر علیه السلام و مردی را که مشابه زن خدا میسازه لعنت گفته، و او زنی را که مشابه مرد میسازه او را لعنت گفته. زن پرید کرده مویای خدا، این از اینمی چی؟ گردن پرید کرده مکمل، مثل که انگلیس ها سرای خدا جور میکنه. او مرد چی کرده؟ نه، زلف مانده تا نصف کمر. فرق بین مرد و زن حالی فعلا نمیشه. به خرامان رفتارم میکنه. الله متعال میگه نه، تکبر نکو، به خرامان رفتار نکو. تو یک انسان عاجز هستی. چرا؟ انک لن تخرق الارض، یقینا تو چیر نکده ای زمینه، چاک نکده ای زمینه. پای که میمونی که وزن داشته باشی که زمین چاک شود، یک گرنگ نیستی. ولن تبلغ الجبال طولا، چی وزن داری؟ انسانی عاجز هستی. یک انسانی عاجز هستی، محتاج هستی. وجودت یک دم احتیاج او در نان، در تنفس، در تمام حرکات وجود محتاج هستی. ما بارها براتان گفتیم با مجردی که رودگک یک کمی تو بخوره باز چی حال است؟ وی اقارب و خودگام قطی میده و دکتر جان این طور میگه، نمیگه که چند روپه میگیری نه چند نمیگیری. مقصد که دکتر بگه یک لک. خاله زود شو. یک ساعت رودی تو میخوره. عاجزیت به یک دکتر چقدر است؟ چاپلوسیت به یک دکتر چقدر است؟ چقدر چاپلوسی به دکتر میکنی؟ این کل عمری که 60 سال تو تیر کردی، الله متعال این نظم وجودی تا امود درست برقرار نگاه کرد. چقدر عاجزی به الله کردی؟ دکتر که عملیاتش کامیاب شوه، سال به سال به دکتر صاحب توفه برده رویستی. خیرت است. والا عملیات کامیاب کرده بود، الله تا را اجر بده دکتر. السلام علیکم. یک جایی که ببینی از دور میدوی که دکتر صاحب. به الله چقدر عاجزی کردی؟ به الله. و اللهی که تو را پیدا کرد، هیچ وجود نداشتی، عدم بودی، تو را موجود ساخت. موجودیت نعوذ بالله سگ جور نکده، خنزیر جور نکده، انسانی با ارزش جور کرده تا. ده انسانم الله امو عظیم نعمت خدا برای تو نصیب کرد که اسلام است. تو چی کردی این حالی؟ قدر اسلام، قدر انسانیت، قدر خدا شناختی؟ چی کردی؟ به الله قسم که کمی انسان تعامل بکنه، کمی از امو خاطر است
رسول الله بعد از نماز وتر آخرین دعا را که میگفت همین دعا بود. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ربنا و رب الملائكة والروح، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. این مردم میگه اعلان عاجزی. الله متعال او ثنایی که تو مستحق هستی، تو لایق هستی که بری تو گفته شوه، ما توانش ندارم بجز از خودت، بجز از خودت. یک روز سپری کردی تا بیگاره، الله متعال چقدر انتظام نعمت ها را بری تو کرده بود. تو گوش بگی، چشمت کار کرد، گوشت کار کرد، دماغت کار کرد، دستت کار کرد، رگایت کار کرد، قلبت کار کرد، معدت کار کرد، پایت کار کرد، زبانت کار کرد، همه اعضایت کار کرد، کل چیز در خدمت تو بود. چه قسم احسان الله را پورا میکنی، بازم تو نماز ترک میکنی، بازم در روزه خیانت میکنی، بانجویی میکنی، زخم معده دارم، اینو آن که در آیستی را میخوری، بازم نعوذ بالله میری در تاکه و خجالت زده روزی الله را میخوری. در روز قیامت الله متعال از این مورد سوال نمیکنه که تو را چه ارزش داده بود، چقدر موقع داده بود. قرآن برات میگه بیادرکم تکبر نکو، کلان تراشی نکو، خدا بلند نتراش. چرا؟ وقت در رفتارت باید تکبر و خرامان نکنی. انک لن تخرق الارض، یقینا تو پاره کرده نمیتونی زمینه، ولن تبلغ الجبال، نمیرسی به کوها طولا از روی طولت که توی قدر کلان شوی که این برابری کوه خودت جور کنی، نمیتونی، عاجز بندستی. کل ذالک، یقینا تمامی چیزایی که قبلا تیر شد، اوامر و نواهی الله، کان سیئه، هستم و زشتی از او. زشتش کدام است؟ ترک اوامر و تطبیقی که نواهی. اگر منهیات کردی و از اوامر نکردی، این سیئ است، این زشت است. عند ربک، به نزد پروردگار تو مکروه ناپسندیده، یعنی چیزی حرام و غلط است نکن. اوامر الله را بجا کن، از نواهی خودداری کو، اجتناب کو. نشوه که نواهی را میکنی، اوامر را ترک میکنی. روزه را نمیگیری لیکن شراب را میخوری، اینطوری کار نشوه. انسانای پیدا میشه که همین کارا را دمی تو رمضان میکنه. ذلك مما اوحى الیک ربک من الحکمت، امتنان و احسان میمونه الله متعال سر ما، سر پیغمبر، اول سر پیغمبر. الله اکبر. الله احسان کرده. آن چیزی که سعادت و نیکبختی ماست، خوب است، برای ما مفید است، الله به او امر کرده برای ما. و آن چیزی که برای ما ادناترین ضرر داره، الله منع کرده. چی شفقت بزرگ است، چی شفقت بزرگ است. دکتر صاحب نسخه میده، نسخه لذیذترین چیز گوشت است برای تو، برات میگه نخور، نمیخوری. خوش هم از دکتر هستی. چرا؟ به خاطری که دکتر صاحب به خاطر فلان مرض مرا عزیمه نکرده و بسیار فایده کرد، الله این دکتر خیر بده. مرا از این طور چیزی پرهیز کرد که راستی برام فایده کرده. الله متعال تو را از این طور چیزا پرهیز کرده که بسیار مفید است. نسخه دکتر چه اهمیت داره؟ نسخه دکتر، در حالی که نسخه دکتر به اساس علم نیست، یقین نیست، احتمال است. شده میتونه امی پرهیز دکتر بری تو غلط ثابت شود، مضر ثابت شود، احتمالی است. معاینات دکترای احتمال داره، گاهی درست گاهی نادرست است. سخن الله احتمال نداره، کلش یقین است. سخن رسول الله احتمال نداره، کلش یقین است. چرا اعتماد نمی کنیم؟ که الله برای ما فرمان داده ای کار بکو، ای کار نکو. پیغمبر میگه ای کار بکو، ای کار نکو. خلاص چرا نمی کنیم؟ ذالک مما اوحی، احکامی که ذکر کرده شد، مما از احکامی است اوحی الیک که وحی کرده. پیغمبر از شکم خود نگفته، وحی کرده به سوی تو ربک، پروردگار تو، من الحکمت، از حکمت، از سخنان با ارزش است، از سخنان با مصلحت است، با مفید است. اینجا حکمت به معنای با ارزش و با چی است؟ مصلحت است. این کلش سخن. در سوره نحل ادعو الى سبیل ربک بالحکمت بود. برای پروردگار به حکمت چی بکو؟ دعوت بده. حکمت چیست؟ وحی الله. حکمت چیست؟ وحی الله است. چرا؟ حکمت چیزی که با ارزش داشته باشه، چیزی که مفید و صلاحیت داشته باشه را میگه. و تمام
وحی الله چی است؟ با ارزش است. وحی الله اگر تو را گفته انجام بده انجام بده، نکنه. ولا تجعل مع الله اله آخر، ابتدا به این بود که توحید الله را عقیده کو، از شرک خدا نگاه کو. اینجا داخرم ولا تجعل مع الله اله آخر، نگردان همراه الله معبودی دیگر، نظر به نام دیگه کس میکنی، دعا را از کس دیگه طلب میکنی، مشکل کشا حاجت روا دیگه کس میدانی، سجده قیام رکوع را برای کسی دیگری میکنی، این کارا را نکن. صفتایی که مخصوص الله سوره به مخلوق ثابت نکن، کسی دیگر عالم غیب نگو، کسی دیگر قادری مطلق به اسباب و وسایل بصیر ندانشه. چرا که مخلوق بدون وسایل کار نمیتونه. فتلقات انداخته میشی فی جهنم، در جهنم، ملوما در حالی که ملامت کرده شده استی، مشرک ملامت شده است. اینقدر دلایل خیلی فراوان از وجودش گرفته تا بیرونه، مکمل در دم رویش است و بازم نعوذ بالله چی میکنه؟ شرک میکنه. یقینا که ملامت است. ملامت کسی است که دلیل سرش ثابت میشه و مشرک دلیل سرش ثابت است. قرآن از اول که شروع میشه ایتر ورق ایتر صفحه نیست که دعوت به سوی توحید و مزامت چی؟ شرک نباشه. بازم تو در شرک واقعستی، مدحورا ارانده شده، تیله داده شده در جهنم استی. شرک اگر کردی اجا و زکاتا و روزه ها و نمازایت به درد نمیخوره. شرک کلش از بین میبره. بادی تندی است که باغ مکمل درد داده، هیچ چیز دیش باقی نمانده. شرک بادی تند است. از او خاطر ما میگیم که ملت توحید بفهمه، از شرک خودداری کنه. ملت توحید، این حال شما مقایسه کنید که ملت چقدر چند فیصد موحد واقعی است، توحید شناخته. امیال هم دمی مجمعه ما اینطور کسای پیدا میشه که کفتر شاید و شمشیره را اگر بکشیم نمیخوره. عقیده داره که ضرر برام میرسانه، ولی موحد چی میگه؟ ضرر و نفع کی میرسانه؟ غیر از الله دیگه کس رسانده نمیتونه، قطعا نمیتونه. بلا اسباب هیچ کسی ضرر و نفع رسانده نمیتونه.